به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل تا ازل. سلام، فاطمه قدرتیان هستم، پایه نهم دبیرستان فاطمه زهرا، شهرستان تنگستان و قصد دارم یکی از شاخه‌های علم ریاضیات رو با عنوان جبر برای شما ارائه بدم. من معتقد هستم که جبر ریسمانی است که تقریباً تمام علم ریاضیات رو با هم پیوند میزنه و یک پارچه میکنه و در عمومی ترین حالت خودش با نمادهای ریاضی سر و کار داره. لطفاً در ادامه با من همراه باشید. جبر به معنای یکیسازی تکه‌های شکسته شده به همراه نظریه اعداد، هندسه و آنالیز یکی از وسیع ترین شاخه‌های علم ریاضیات هست. این شاخه شامل مباحث زیادی همچون حل معادلات، حلقه‌ها، میدان‌ها و گروه‌هاست. بخش مقدماتی جبر را جبر مقدماتی و بخش پیشرفته و مدرن آن را جبر مجرد یا جبر مدرن می‌نامند. در جبر برخلاف حساب از نمادهایی برای اعداد مجهول و مقادیری که مجاز به اختیار کردن مقادیر مختلف هستند استفاده میشه. جبر روش‌هایی برای نوشتن فرمول‌ها، حل معادلات ارائه می‌دهد که نسبت به روش‌های قدیمی که بر اساس نوشتن کلمات و رسم شکل بود بسیار ساده‌تر و راحت‌تر هست. به طور خلاصه ما در جبر با استفاده از متغیرها، فرمول‌ها و معادلاتی که در آنها متغیرها هستند، مسائل گوناگون را حل می‌کنیم. جبر از اعداد مثبت، منفی، صحیح، عملیات، کسرها و نمادها برای تجزیه و تحلیل مقادیر استفاده می‌کنه. جبر مطالعه نظاممند اعداد و روابط بین اونهاست که از قوانین خاصی پیروی می‌کنه. این علم در طول تاریخ دچار تحولات بسیار زیادی شده که ما می‌خوایم در ادامه سیر تکامل آن رو بررسی کنیم. تاریخچه این علم به بیش از 3000 سال پیش در مصر و بابل برمیگرده که در اونجا در مورد حل بعضی از معادلات خطی بحث شد. در هند و یونان باستان هم حدود 1 قرن پیش از میلاد از روش‌های هندسی برای حل بعضی از معادلات جبری استفاده می‌شد. در قرن اول میلادی بحث در مورد بعضی از معادلات جبری در آثار دیفانتوس یونانی و برهماگوپتا هندی دیده میشد. کتاب جبر و مقابله خوارزمی اولین اثر کلاسیک در جبر بود که کلمه جبر از اون اومده. خیام، دیگر ریاضیدان مشهور ایرانی، در آثار خود جبر را از حساب تمییز داد و قدم بزرگی رو در پیشرفت این علم برداشت. در قرن 16 میلادی روش حل معادلات درجه سوم توسط دلفرو و معادلات درجه چهارم توسط فراری کشف شد. اواریست گالو، ریاضیدان فرانسوی که در 20 سالگی در جریان انقلاب فرانسه در یک دوئل کشته شد، بیشترین سهم رو در پیشرفت این علم داشت که نوشته‌های او سالها پس از مرگش، پس از بررسی و مطالعه توسط دیگر ریاضیدانان، موجب تحول عظیم در این علم شد. نیلز هنریک آبل نروژی اولین کسی بود که ثابت کرد معادلات درجه 5 به بالا به وسیله رادیکال‌ها حل‌پذیر نیستند. کارل فردریش گاوس، ریاضیدان آلمانی که تأثیرات ژرفی در توسعه شاخه‌های مختلف برداشته، سهم زیادی در پیشرفت این علم داشت که مهمترین اونها قضیه اساسی جبر هست. بعد از کارهای اویلر، لاگرانژ، گاوس، کوشی و بسیاری دیگر از بزرگترین ریاضیدانان تاریخ، علم جبر به قرن 20 رسید که با شروع این قرن و به دلیل کشف تناظرهای شاخه‌هایی از این علم با شاخه‌هایی از هندسه، این علم در شاخه‌های مختلف پیش رفت. از جمله بزرگترین پیشرفت‌های جبر و ریاضیات در این قرن کلاس‌بندی گروه‌های ساده متناهی می باشد.
ما در آخر با یکی از شاخه‌های علم ریاضیات با عنوان جبر آشنا شدیم و فهمیدیم که این علم چقدر وسیع و گسترده است و شامل چه مواردی میشه و چه کاربردی در زندگی ما داره. و همچنین با تاریخچه اون آشنا شدیم و فهمیدیم که چه کسانی بیشترین سهم رو در پیشرفت اون داشتن. حقیقتش من هنگام جمع‌آوری مطالب و ارائه اونها یک درس ارزشمند رو یاد گرفتم. اینکه ریاضیات از اون چیزی که فکرشو میکردم خیلی بزرگتر و پیچیده‌تر و هیجان انگیزتره و اینکه برای این چیزی که امروزه به دست ما رسیده افراد خیلی زیادی زحمت کشیدن و تلاش کردن و اینکه هر کدوم از این شاخه‌های ریاضیات کاربرد بسیار زیاد و گسترده‌ای در زندگی روزمره ما داره و یاد گرفتن اونها خالی از لطف نیست. به همین دلیل از اینکه به من فرصت داده شد تا این چیزا رو درک کنم و بفهمم صمیمانه سپاسگزارم.